آرمان شهدای گلگون کفن ما در کشور تحقق می آورد. وقتی که طالبا آمد چهارراه را گرفت، حکمتیار از راه لطفان گریخت رفت طرف لغمان. اینجا طالبا بریک کرد، سر ربانی سب صدا کرد که جر تر شوکی خوشی که طول شروع فسادی یو نمانم و خدای قسم دی چی نه سیاف منم نه ربانی منم یو نمانم. یا قبول نکرد که حمله کرد سب در یک شو کابل تصفیه کرد. طالبا کابل که تصفیه کرد، این مردم گریختن. این مردم که گریختن از صفحات شمال ربانی سب چی میگن؟ کشمکش ها ادامه دارد، نیروهای پاکستانی های پچل پتنگ لشکری غافلی بین میلادن حملاتی گسترده انجام دادن، اما برعکس مقاومت های ما و شدت ادامه دارد. این از صفحات شمال ادامه را داد. حکمتیار چی میگفت در چهارراه؟ مون بلشه نقول مونږ څه حکومت غواړو، که غواړو زمونږ د ملت پر خلاف ټولې توطئې شیندي، خو یوازینۍ لار دا ده چې د ملت رای ته مراجعه وکړو. زمونږ په وینه چې اسلام را ژوندی کېږي سل ځله خودی تویی شي. یا هم از رای لطفان رفت صاحب تحریک طالبان ماند دیگه. طالبان یکی دادسن بالا میگرزه و میدوانه و یکی دادسن پایین. یک مصرع رزی دزدی کردیم، یک مصرع رزی. طالبان چی میگن؟ مخد خشد تحریک لالی کروان ده، سمرا پا مزا مزا روان ده، سمرا پا مزا مزا روان ده. الله دی ملشد طالب لالی کروان ده، سمرا پا مزا مزا روان ده. سمرا خو ممی تو ترانه ازاد دیگه دویشار کابل دیگه منده خالی، سرکا خالی سب می داد سندوان تن است که ببینی سب زن سونی مرد رفتن نمیتونه، مرد سونی زن رفتن نمیتونه. سب صرافا وقتی نماز که میشه سب پیسای 10,000 50,000 سرش یک تیکه نازک آوار میکنه میره و چت در نماز جماعت استاد میشه پس میره. یک بوجی دلار هم که اگه هفته دیگه در سرک میبود سب نر نبود که سونی بوجی سیل میکنه سب سرش خم نمیتونه از ترسی که دیس قطع میشه در قاضی سیدم. یک حکومتی بود سب که یک بیرق سفیدشون حکومت میکرد. با واقعیت دیره ما از نظر دیدیم. منتها همین که سری نفر 3-4 دفعه نماز میخواند، یک تر ریزا میگه اگه هزارگیز دمی فروشگاه دکان داشت، قدمی لغت که دمی کنیش زد، گفت آخی مولایی صاحب هفتویش دلیسیش بود چاراندام میکرد. خودم قشیش من دیدم. گفت مولایی صاحب آخو نو استنجا کردیم بلیازی خدا اگه بار نداری بیا کن متر واس کنیم کن از متر آخی میلی چاراندام کنیم نمیلی دیگه صاحب که بالا بند کرد دمیش که زد هفتویش شپا شد ریزا گریخت. رضا که گرفت آلیدهی وقتا که میبینم گفتم رضا جان چطور بود؟ همون چاراندام میدم گمش که مردم هیچ با خدا اگه میخواه مجال نمیداد که آدم موضوع میگرفت. گفتم خوب با هم تیر شد. بازدهی چند وقت پیش دم یک ده محرم الحرام آقای محسنی صاحب یک نصیحت کرد برای این برادرای اهل تشیع. گفت که الان شما دیوانه این بیرقه امام حسین علیه السلام در اهتزاز در آوردین، باز در بین شهر کابل با موترها پیشکان میزنین. اشتباه کاملا بزرگیه. اگر شما واقعا دوستدار امام حسین علیه السلام باشین، شب و روز قرآن تلاوت کنین، به حق شهدا دعا باید بکنین. الان من نمیدانم شما محفل عزاداری را برپا میکنین و یک جشن عروسی را، بسیار جای خجالتیه، مگر چی بچه که قبول کنه. ایشی تو و جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع پیش از اینکه جرگه مشورتی صلح دولت اعلان شه، آقای کرزی از مخالفین دعوت کرده بود. با ظاهر عظیمی در ارتباط چی میگفت؟ چند قبل رئیس جمهور از القاعده دعوت کردن که با ما در میز مذاکره تفاهم کنه. پیشنهاد بسیار مقبوله. این پیشنهاد بسیار معقوله. مگر از طرف القاعده مکمل رد میشه. این کاملا نمیشه. باز آمد خبرنگار BBC از پیش کرزی صاحب سوال کرد که یک تعداد زر مواد مخدر و کوگنار در افغانستان بسیار از اوجم بالا شده. در ارتباط چی میگی؟ بازی نازنین چپنش شانه کردم مادم بود. بسیار رفتار کوکوری میگرد. آمد پشت مایک ساز شدم بسیار بود. ما که در خارج میریم یادآور مواد مخدر میشه. با خدا شرم است، با قرآن شرم است. زر کوگنار و مواد مخدر منبع فساد و عامل تمام جنجال ها در کشور ماست.
اگر ما کوگنار را سرنگون نکنیم او ما را سرنگون میکند، اگر ما مواد مخدر نابود نکنیم او ما را نابود میکند. پس به این لحاظ درباره کوگنار جهاد اعلان کردیم. باز خبرنگار گفت او کرزیسیب یک تعداد اشخاص نامعلوم مکتب ها را در میته، در ارتباط چی میگی؟ باز زمانش دیدی خورو دشمنان 16 اوسوزوی منج بیا جوړو تر هغه وخت پورې جوړو چې زمونږ د دې خورو دشمنان ستړي شي. باز خبرنگار سوال کرد که اوج کرزیسیب یک تعداد مردم شهر کابل از محیط زیست شکایت میکنند، در ارتباط چی میگی؟ شاروال ما تعیین میکنیم، سرکار پارا پارا میکنن و ترمیم نمیکنن، محیط زیست رسوا کردن، آلوده کردن. در این نقطه حساس کرزی ملابات است. باز در ارتباط به چیش که کمک به جلا شده بود، در ارتباط نمود والله بالله ترسارم او مردم با خدا ترسارم. ما نمیخوایم که مرویس در خارج تحصیل کنه، معلم خارج دور را درس بیده. ما میخوایم که مرویس در کابل درس بخوانه، معلم کابل او را درس بیده، تمام تحصیلات او را در کابل سپرده کنه. این واقعیت است، نه کدام دروغ است نه کدام تهمت.